سلام به همگی، خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم روش صحیح سایه زدن رو یه مرور بکنیم. در ابتدا با یه مداد HB اون شیء مورد نظرمون رو باید کم رنگ بکشیم. بعد مرحله اضافه کردن سایه های تیره هستش. بعد از سایه تیره باید سایه های روشن رو اضافه بکنیم. در نهایت تعیین هایلایت ها و سایه روشن ها. تو این فاصله اگر نیاز به پاکن داشته باشیم میتونیم از پاکن های خمیری استفاده بکنیم که برای این کار خیلی مناسب هستن.